همراهان عزیز استودیو فابا، اینجا مرکز آفرینش‌های کانون، دهمین رویداد تراکنش ایران. خب ما در استودیو فابا در این رویداد گفتگوهای خبری مختلف و متنوعی رو با عزیزان، مدیران، متخصصان و فعالان کسب و کار و حوزه‌های مرتبط با زیست بوم بانکی، مالی، پرداخت و فناوری داشتیم و شما ما رو همراهی کردین. با ما همراه باشین در این قسمت به در واقع بخش ویژه‌ای که به نمایشگاه و رویداد این دوره افزوده شد و مخاطبان زیادی رو به خودش جذب کرد، سالن نوآوری و خصوصاً پاویونی که به هوش مصنوعی اختصاص داشت. میخوایم بریم به سراغ مهمان عزیزی که در این گفتگوی خبری ما رو همراهی کردن و قبول زحمت کردن، حضور یافتن و ببینیم که چه زحمت‌هایی رو کشیدن و چه برنامه‌هایی داشتن که اینطور تونست مخاطبان زیادی رو به خودش مجذوب کنه. خب جناب آقای دکتر ایمان مصدری، رئیس محترم سازمان متخصصین و مدیران ایران و رئیس صنف شرکت‌های دانش بنیان کشور. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. در خدمتتون. سلامت باشید. آقای دکتر چه برنامه‌ریزی دقیق و هدفمندی رو داشتید که ظاهراً پاویونی رو شما هدایت کردید و راهبری کردید در رویداد تراکنش دهم. تبریک میگم به شما و خسته نباشید و خلاص خدا قوت که کارهای زیبایی کردین. ما تعریف زیاد شنیدیم از این بخش و استقبال بسیار زیادی هم از این بخش شد. خب یه توضیح بفرمایید لطفاً. ممنونم از شما، لطف فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حکیم. خدمتتون عرض بکنم که خب امسال سالن نوآوری به نمایشگاه معظم ترانزکشن خب اضافه شد و پاویون هوش مصنوعی برای اولین بار تشکیل شد و همونطور که حضرت عالی فرمودید با یک استقبال بسیار گسترده مواجه شد. خب همونطور که میدونید خب ترند دنیا و ترند ایران الان بحث هوش مصنوعی و حتی رویکرد خود نمایشگاه ترانزکشن. خب اتفاق که افتاد، ما در پاویون هوش مصنوعی که توسط سازمان متخصصین و مدیران ایران و شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران صورت گرفت، نیازهای دولت رو در بحث هوش مصنوعی اینجا در پاویون شرکت کردند. اداره ثبت اسناد کشور، سازمان ملی مسکن، وزارت دفاع، مجموعه مختلف دولتی در پاویون بودن، مکفا، مجموعه مختلف وزارت ارتباطات و نیازهای خودشون رو تو بحث هوش مصنوعی اعلام کردن. موضوع بسیار اهمیت داره. بله، چون نیازمندی داشتن. بله. از یه طرف هم شرکت هایی که در حوزه هوش مصنوعی فعال بودن اومدن توان خودشون رو ارائه دادن به شبکه و اکوسیستم و در زیست بوم خودشون رو معرفی کردن. خب این اتفاق خیلی مبارک و میمونی بود در این حوزه با محوریت مالی که خدا رو شکر اتفاق افتاد. درود بر شما. من امیدوارم که این روند ادامه پیدا بکنه و همونجور که شاهد بودیم در این رویداد بزرگ، واقعا استقبال از بخش‌های مختلفش شد و فضای بسیار خوبی برای تعاملات صنفی و در واقع میشه گفتش که گفتگوهای بی تو بی و توسعه کسب و کار بین فعالان صنایع مرتبط با بانکداری رخ داد و این کمک کرد واقعا به اینکه یک فضای هماندیشی و توسعه‌ای رقم بخوره و ما چون همغممون اینه واقعا که کشورمون رو به توسعه بره و تا میشه موانع برطرف بشه و حجمه هایی هم که از خارج از کشور بر کشور عزیزمون ایران هست بی اثر بشه و ما بتونیم که مسیر رو برای جوانان خلاقمون فراهم کنیم. خب این زمینه سازی ها وقتی توی نمایشگاه و رویدادهای بین المللی انجام میشه و پیگیری میشه در داخل کشور بسیار اهمیت داره. بنابراین خیلی کارتون کار ویژه و مهمی بوده که انجام دادین و واقعا دست مریزات داره این موضوع. امیدوارم که این تداوم باشه و ما شاهد این باشیم که مستمر این موضوع ادامه پیدا بکنیم. فکر می‌کنم خبر خیلی خوبی هم خواهد بود برای جوانان ما. خب در سازمان متخصصین و مدیران و اون صنف شرکت‌های دانش بنیان، اینها رو اشاره بفرمایید شما پیگیری رو، چون اینجا بالاخره یه رویداد بوده، این زمینه سازی شده. قطعاً شما برنامه‌های متعالی رو در بلند مدت برای قشر جوان و برای صنف دارید. دقیقاً. ببینید سازمان متخصصین و مدیران ایران یک تشکل ملی است
که کار این سازمان بین دولت و بخش خصوصی تسهیلگری است. حالا این تسهیلگری میتواند تأمین مالی باشد، این تسهیلگری میتواند در حوزه فنی و علمی باشد، این تسهیلگری میتواند در حوزه بین المللی باشد. ما یک دستگاه تسهیلگر هستیم، یک تشکل تسهیلگر هستیم که در این اجلاس هم، در این نمایشگاه هم نقشمون رو سعی کردیم ایفا کنیم، یعنی اکوسیستم رو جمع بکنیم برای اینکه بتونن نیازها رو برآورده بکنن و در حال دوستان میتونن مراجعه بفرمایند به سازمان چطور متخصصین. باید با شما در ارتباط باشن؟ سایت EMI گروپ هست، تو فضای مجازی میتونن سرچ بکنن. EMI گروپ هست، میتونن عضو بشن. بله .ir و .com میتونن عضو بشن و اونجا عضو سازمان میتونن بشن با تخصص خودشون تو حوزه‌های مختلف و سرویس های حمایتی رو از سازمان دریافت بکنن. زیر چتر حمایتی در واقع سازمان قرار میگیرن دیگه، درسته؟ سازمان متخصص از دستگاه مختلف تاییدیه داره. نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار، وزارت سمت و دستگاه مختلف دولتی تاییدیه‌های رسمی هست. عملاً مثل اون پنجره واحد دولت یک جور ارتباط خوبی رو میشه برقرار میشه عملاً با دستگاه‌های مختلف از طریق شما. یه شتاب یه اکسلراتوری که داره تو اکوسیستم بالاخره حامی کارآفرینان و کسب. برنامه‌ریزی دقیق شما کردین. خواهش می‌کنم. خیلی هم عالی. خب جنبندی دارین؟ صحبت‌های تشکر می‌کنم از حضرت عالی. ممنونم از شما، سپاسگزارم. امیدوارم که واقعا این قبیل نمایشگاه‌ها بتونه ظرفیت دیده شدن افرادی که شاید نتونن دیده بشن و متاسفانه بعضن از کشور خارج میشن و ما الان متاسفانه دیگه فرار نخبگان رو نداریم، فرار شرکت‌های دانش بنیان رو داریم. خیلی موضوع دردناکی. امیدوارم این نمایشگاه بتونه اصلا فراموش بشه این بحثا و واقعا همه متخصصا رو حضورشون رو در کشور خودمون اگه دلگرم باشن واقعا این اتفاق میفته. خب همین زمینه‌هایی که حضرت عالی و همکاران و مجموعه‌های اینچنین فراهم میکنن همین دلگرمی ها رو داره رقم میزنه. ان شاءالله که بتونیم. درود بر شما، آرزوی توفیق روزافزون برای شما و همکاران محترم دارین و بسیار خوشحالیم که در خدمتتون بودیم در این گفتگوی خبری. ممنونم قبول زحمت کردید. در خدمتتون هست. سلامت باشید. درود بر شما. آقای دکتر ایمان مصدری عزیز، رئیس محترم سازمان متخصصین و مدیران ایران، همچنین رئیس صنف شرکت‌های دانش بنیان کشور مهمان ما بودن در این گفتگوی خبری. خیلی ممنونم از شما. ممنونم که ما رو همراهی کردین. همراه ما باشین همچنان با گفتگوهای خبری. 10مین رویداد تراکنش ایران.